کدام عملها ایمان را ضعیف و کدام عملها ایمان را قوی میگرداند. چیزهایی که ایمان ما را ضعیف میکند، دور بودن از قرآن. قرآن که نخوانده ایمان ضعیف میشه. دوم، دوری از عبادت خداوند نکردن. سوم، دور بودن از علم شریعت، درباره دین معلومات نداشتن. چهارم، از حرام های پروردگار دور نبودن، در حرام کرده های پروردگار چنگ زدن ایمان ضعیف میکند. بعدم پنجم، بی آدابی ایمان را ضعیف میکند. بسیار آوردگی دوستای خدا، لیکن 5 تاش کفایت. چیزهایی که ایمان را زیاد میکند. قرآن را همین خیلی خواندن، قرآن خوانده درباره آیات های قرآن فکر کردن. قرآن رنگ دیسک باری فرست کرده خوانی روی کن تو ایمانت قوی نمیشه. قرآن تفسیر میخوانی، تدبر میکنی، فکر میکنی، بعدا ایمان تو گم که مستحکم میشه. دوم، درباره دین فکر میکنی چیکار کنیم که در دین خدا خدمت کنیم. سوم، طلب علم. چهارم، از خاتمه ترسیدن، مردن به یاد آوردن. چهارم، به خاطر قیامت در دنیا عمل نکردن.